امروز دوستانی 5 اسفند رو که زادروز خواجه نصیرالدین طوسی هست و در تقویم ایرانی به عنوان روز مهندس ازش اسم برده شده تبریک گفتن. من تشکر میکنم ازشون و میخواستم در مورد این دانشمند ایرانی و اسلامی قرن حالا حدوداً 600 هجری نکته ای رو به دوستان یادآوری کنم که ایشون یکی از معدود افرادی بود که در اون دوران تونسته بود اشکالات و تناقضاتی رو که در مدل بطلمیوسی هست، مدل بطلمیوس از قبل از اسلام وجود داشته. دانشمندی مثل بطلمیوس همون مدل زمین مرکزی هست که این مدل رو پیشنهاد داده بوده برای حرکت زمین و اجرام آسمانی و این مدل تا زمان کوپرنیک یعنی سال 1800 میلادی تقریبا پابرجا بود. یعنی تا زمانی که حکم سوزاندن گالیله در آتش رو کلیسا به عنوان توهین به نص صریح انجیل داد و تا همون مواقع این وجود داشت و این دانشمند ایرانی و مسلمان در اون زمان از جمله معدود افرادی بود که به تناقضات این مدل پی برده بود، ولی به علت اینکه مسلمان بود و فکر میکرد که حتما این مدل درست هست، در صدد اضافه کردن یک سری تبصره ها به این مدل شده بود تا این مدل این تناقضات رو برطرف کنه و گویا بعدها کوپرنیک از محاسبات خواجه نصیرالدین طوسی بهره گرفته. و مورد دومی که میخواستم در مورد روز مهندس بگم و مخصوصا کسایی که تبریک میگن، حالا این تبریک چون این روزها فقط در تقویم ایرانی وجود داره و به نوعی یک حرکت جزیره‌ای کردن ایران از کل دنیا رو، جهان رو تسهیل میکنه، کمک میکنه بهش و ما به نظر من بهتره دو رویکرد داشته باشیم. یا اگر مطمئنیم این روز باید روز مهندس بشه، اینو باید ثبت جهانیش انجام بشه و یا ما هم خودمون رو تافته جدا بافته از جهان ندونیم و روزهای جهانی رو هم تبریک بگیم تا این انزوای سیاسی ایران رو درش سهیم نباشیم.